وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. خداوند را شکر میکنیم و من و شما را به این روز رسانید که دوباره در سوال و جواب و پاسخ و موضوع امروزی که دنبال میکنیم با تن صحت و با دیدار یکدیگر رسانید و ما در برآمد آنلاینی اینترنتی با شما هستیم. بنده سنگلیف محمود، سرمتخصص ریاست فتوای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان، و امروز موضوعی که ما گرفتیم موضوعی به نهایت ضروری و موضوعی برای جوانان، برای آنانی که تاریخ هزار ساله دارند پیروی کردن از این مذهب امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت صحبت میکنیم. درباره پیدایش این مذهب، درباره خود این شخصیت، درباره اون مهنت و زحمت ها و اون ملکه اجتهاد و استنباطی که مرحوم رحمت الله علیه داشتند. و امروز در میان مسلمانان تقریبا 45% مسلمانان دنیا پیروی از مذهب امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت میکنند. فقط من میخواستم در ابتدای موضوع اشاره کنم بر این که ما درباره اون شخصیت گپ میزنیم که اون مدون فقه شریعت اسلامی هست و اون شخصیت، اون ملکه و اجتهاد و استنباطی که داشتن، اون حکمت خدادادی داشتن، و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن که من یرید الله به خیرا، کسی را الله اراده نیکی در اون میکند اون را فقیه در دین میکند. و این نمونه این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. و این صحبت درباره نعمان ابن ثابت فارسی، نعمان ابن ثابت تاجیکی، از یک تاجیکان من و شما صحبت می شود. بنابراین برادران عزیز، برای چی ما این موضوع رو اختیار کردیم؟ چون که سر و صداها جوانان ناخوانده امروز گپ‌های میزنند که اونها نمیدانند که ما درباره آن شخصیت صحبت داریم که اون شخصیت چی مقام و مرتبه دارد. من میخواستم امروز کمتر در این موضوع وسیع‌تر صحبت داشته باشیم. برادران عزیز، شما ببینید دین به واسطه جبرائیل امین علیه السلام و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم آمده. پیامبر صلی الله علیه و سلم به واسطه شاگردانش صحابگان جلیل قدر این دین را به جهان انسانی یعنی تلقین کردند، رسانیدند. و چگونه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مقام و مرتبه رسیدند. امروز من میخواستم اشاره کنم به سوی سلسله سند مذهب ابو حنیفه که امام اعظم رحمت الله علیه کدام شخصیت است، در کدام مسند درسی هست، در کدام مقام فقهی هست. اون را ما و شما، خصوصا جوانان هم عصر ما، و البته این ثبت می شود برای جوانان بعدی، یک اطلاع، یک خبر از اون امام داشته باشند و فخر داشته باشند که چگونه امام دارند و در دیدگاه دین، در نزد علمای دین این شخصیت چی مقام و مرتبه داشتند. البته اگر من صحبت درباره فضیلت این شخص بکنم، نعمان ابن ثابت در یک خانواده ثروتمند در کوفه در 80 هجری به دنیا آمدند. 150 هجری از دنیا گذشتند. در مسند خوارزمی رحمت الله علیه می نویسد که این اولین مدون شریعت است. یعنی اون شریعتی که دیدگاه احکام و فقهی و چون که فلسفه زندگی انسان مواجه بر فقه است، اولین انسانی که اصول فقه را نوشتند، اولین انسانی که
مسائل فقهی را نوشتند. البته در زمان صحابه و تابعین کتاب و ابواب با این گونه که امام ابو حنیفه ترتیب دادن نوشته نشده بود و اونها با حافظه خود اعتماد میکردند و در حقیقت حافظه قوی داشتند. اما امام ابو حنیفه دید که حاجت بر تدوین و تصنیف و تألیف مسائل فقهی هست. بعداً این را با شاگردان مصلحت کردند و اولین انسانی که امام طحاوی با سند ثابت میکند که امام اعظم رحمت الله علیه از میان شاگردان 40 تن را جدا کردند و مسائلی که اجتهاد و استنباط از قرآن و حدیث میکردند این 40 نفر اون را امضا میکردند، دستخط میکردند، رازگی میدادند. بعد در کتاب اصل نوشته میشد که به نام مبسوط بعداً چاپ شدگی هست این کتاب. البته امام محمد حسن شیبانی رحمت الله علیه را تصنیف کرده است. و من در اینجا اولا میخواهم که سند مذهب حنفی را ذکر کنم، بعداً در اینجا ما داخل میشویم. همچنانه که شما باید یک چیز را قید کنم که فقه احناف یعنی فقه مذهب حنفی تنها رأی امام اعظم رحمت الله علیه نیست. این رأی و اندیشه و رازگی فقه 40 انسان‌های معتبر هستند که اونا از فقهای تابعین، از فقهای تبع تابعین، از محدثین، از انسان‌هایی که ابن کثیر، علامه ذهبی در سیر اعلام نبلا از اینها نقل میکنند و اینها استادان بزرگترین استادان فقه مالکی و شافعی هستند که من اینها را یک بعد از دیگری ذکر میکنم. در اینجا سلسله مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد جلیل القدر که امام و فقیه و قاری و مجود و همه اسمها را داشتند در زمان صحابه، اون عبدالله ابن مسعود بودند که از فقهای صحابه است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در شأن عبدالله ابن مسعود میگوید که یعنی این اولی سلسله سند بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم که به ابو حنیفه رفته میرسد. اکثر دیدگاه مسائل فقهی ابو حنیفه از اون روایت هایی است که از عبدالله ابن مسعود و از علی ابن ابی طالب از اینها سرچشمه میگیرند. شما ببینید بابای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وقتی که ثابت خورد بدن این رو پیش حضرت علی میبرن، میگن برای این و فرزندان این دعا بکن و حضرت علی برای ثابت پدر ابو حنیفه دعا میکنه و نتیجه اون دعای صحابه جلیل القدر یکی از خلفاء الراشدین المهدیین این در امام اعظم شکوفا میشود که ما در اون باره صحبت میکنیم. شما ببینید عبدالله ابن مسعود شخصیتی است که در صحیح البخاری پیامبر خدا میگه اقرأ القرآن من اربع، شما قرآن را از 4 کس یاد بگیرید. اول عبدالله ابن مسعود را میگه، بعد ابی بن کعب و معاذ بن جبل و سالم مولى ابو حذیفه. یعنی عبدالله ابن مسعود پیامبر خدا با روایت بخاری ثابت است از ما که میگوید قرآن را از این شخصیت یاد بگیرید. و در ترمذی روایت است که رضیت لامتی ما رضا لها ابن ام عبد، من برای امتم راضیم آنچه را که ابن ام عبد راضی است، یعنی عبدالله ابن مسعود، و بر امتم آنچه را ابن ام عبد راضی نیست من راضی نیستم. بنابراین برادران عزیز، البته ما کمتر موضوع رو میگیم، بعدا در سوال و جواب میپردازیم. شما ببینید همین عبدالله ابن مسعود را حضرت عمر 20 هجری به طرف کوفه به طرف بغداد روان می‌کنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، کمتر موضوع را ما دنبال میکنیم، بعدا در سوال و جواب میپردازیم. شما ببینید عبدالله بن مسعود را به کوفه روان میکند. عبدالله بن مسعود مدرسه فقهی حدیثی در اونجا تشکیل میکند
و اون شاگردی را به نام علقمه رحمت الله علیه تربیت میکند که در مسند درس میشیند. فقه، قرآن، حدیث، تمام تعلیماتی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم عبدالله مسعود داشتن، علقمه اونها را میآموزد. همچنان چند تن از صحابه رفته اون را امتحان هم میگیرند. سال 32 هجری وقتی عبدالله بن مسعود از دنیا میگذرد، در مسند درس کوفه همین علقمه رحمت الله علیه میشیند و این با این جلیل القدر این مدرسه تعلیمات دین و حدیث و فقه را پیش میبرد. سال 63 هجری از دنیا میگذرد. شاگرد برای جهان اسلام پیشنهاد میکند با همون تعلیم و فقه و حدیث و دیدگاه صاف دینی عبدالله بن مسعود پیشنهاد میکند علقمه به نام ابراهیم نخعی، که ابراهیم نخعی شاگرد بزرگی را به نام حماد ابن ابی سلیمان که استازی دوران خردی و بزرگی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، اون را تربیت میکند. 95 هجری ابراهیم نخعی از دنیا میگذرد. وقتی اون میگذرد در مسند درس این مدرسه، در مسند این درس فقهی، معرفت و پیشبینی و پیشروی دین در کوفه در این مدرسه، بعد 95 هجری حماد ابن ابی سلیمان می نشیند در مسند درس. وقتی که در مسند درس اون می نشیند، سال 120 هجری از دنیا میگذرد و خودشان در حیات میگفتند که نزدیک من کسی ننشیند مگر نعمان ابن ثابت، یعنی امام اعظم، و این را تربیت کردند، همه علوم را آموختند و البته اون خودش در خانه علم، در خانه معرفت به دنیا آمد و پدرش تاجر بودن، ثروتمند بودن و در خردی قرآن را حفظ کرده بودن امام اعظم رحمت الله علیه. و اول میدونید در اینجا نمیتوانیم که همه را صحبت کنیم. امام شعبی رحمت الله علیه یک روز امام ابو حنیفه خورد است، میبیند جوان به سوی بازار میرود، چون که پدر اون در اونجا در بازار حریر و از این لباس ها سودا میکردن، تاجر بودن. اونو میگوید تو کجا میری؟ میگه که اتختلف الناس، تو با مردم رفت و میکنی؟ میگه بله من بازار دارم میروم. استاد اون میگوید که مراد از مردم من علما رو میگویم، یعنی تو نشسته در مجلس های علما داری؟ میگه کم کم دارم. میگه من در تو اراک فیک یقظتا، بیداری و هوشیاری من در تو میبینم. تو حتما نشسته به علما داشته باش. بعد از اونجا بسیار بازار رو ترک میکند و زیادتر در مجلس علما می نشیند. بعد حماد از دنیا گذشتن، در مسند درس کوفه نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفه که کنیت ایشان هست این می نشیند و همون هزار و اکثر کتاب ها 720 شاگرد 730 شاگرد او را ذکر میکرد که اونها را درس میگوید و از میان اونها 40 نفر را جدا میکند که علامه زاهد کوثری مصری در مقدمه زیلعی، یعنی زاهد کوثری مصری در مقدمه زیلعی می نویسد که مذهب ابو حنیفه رأی امام اعظم تنها نیست، رأی 40 از علما هست، 40 بزرگان و دانشمند دینی است که اینا شاگردان امام اعظم بودند و همه اینها صاحب ملکه و اجتهاد و صاحب اینا یا مجتهد فی المذهب بودند یا مجتهد فی المسائل بودند، اینا محدث بودند، اینا استادان بزرگان مذهب مالکی و شافعی شدند در آینده. و اون میگوید که 500,000 مسائل امام ابو حنیفه اجتهاد و استنباط کردند که 38,000 اون مسائل در عبادات هست، باقی اون مسائل در معاملات است، در فقه معاملات. بنابراین برادران عزیز، امروز ما از این شخصیت داریم صحبت میکنیم و مهم هم میدانیم که ما باید صاحب مذهبمون رو بشناسیم. امام اعظم رحمت الله علیه این دانایی داشتن، این فراست داشتن، ملکه اجتهاد و استنباط داشتن که تمام بزرگان من و شما در وصف امام اعظم بسیار سخنان کردند که ما در آینده صحبت خواهیم کرد. پس ببینید سلسله مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، این حماد ابن ابی سلیمان استاد امام اعظم که 120 هجری میگذرد
و ابراهیم نخعی استاد حماد هست، علقمه رحمت الله علیه استاد ابراهیم نخعی هست و عبدالله ابن مسعود استاد علقمه هست و استاد عبدالله ابن مسعود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست که اون مستقل از جبرائیل امین وحی را میگیرد و مردم میرساند و تلقین میکند. شما ببینید این سلسله مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بود و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بزرگانی که در سیرت نسبت به این شخصیت می نویسند، سخنانی که درباره این شخصیت می نویسند خیلی سخنان عجیب هست. من چند از اونها رو در اینجا برای شما می خوانم و مثلا از محدثین می خوانم. فقها ابن کثیر احد الارکان ثقات احد ائمه المذاهب المتبوعه، یعنی ذکر میکند ابن کثیر که این یکی از علمایی که در اسلام همچون رکن که دیگرها بر او رجوع میکنند از ثقات فقها هست و اون میگوید که مسلمان ها این گونه ائمه بزرگ داشتند و در سیر اعلام نبلا علامه ذهبی هم میگوید که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از بزرگانی بودند که در فقه اسلامی دست دراز و احد ارکان، یعنی یکی از رکنها بودند، یکی از بزرگان مذاهب چهارگانه مطبوعه بودند. اونها درباره‌شون ذکر میکنند. اما عیسی ابن یونس رحمت الله علیه که از محدثین هست، اون میگوید که لا تتکلمین فی ابی حنیفه بسوء ولا تصدقن احدا یسیء قول فیه. شما میگه یگام صحبت در بدیه، یگام صحبت بد درباره ابو حنیفه نکنید و کسی سخن بد نسبت او میگوید او را تصدیق نکنید. فوالله اینی ما رأیتو، قسم به الله میگن من ندیدم، افضل منه ولا اورع منه ولا افقه منه، یعنی با فضیلت‌تر، با پرهیزگارتر، فقیه‌تر از ابو حنیفه رحمت الله علیه من ندیدم. و یحیی ابن سعید القطان رحمت الله علیه که این از در فن حدیث این را امیر المؤمنین فی الحدیث میگوید، یحیی ابن سعید القطان، اون میگوید که لا نکذب الله، ما هیچ وقت خدا را دروغ نگفتیم. ما سمعنا احسن من رأی ابی حنیفه، ما از فکر و فقه و رأی ابو حنیفه بهتر را ندیدیم. و قد اخذنا باکثر اقوالی، ما بسیار قول اون را گرفتیم. حتی یک روز امام ابو حنیفه رحمت الله به امام اعمش و میخرد و اون حدیثی را ذکر میکند، میگه ماذا تقول فی، چی میگویی در این؟ اون چند مسائل فقهی را از اون استنباط میکند از اون حدیث. اعمش رحمت الله علیه شما میدونید که این از محدثین بسیار مقام بالا و سند جالب دارد در فن حدیث. میگوید که والله انتم اتباع، ای فقها، شما دکتران طبیبان و نحن صیادین، ما همون داروخانه چیم. یعنی کدام حدیث را در کدام مسائل کدام حکم از اون استنباط می شود شما خوبتر می دانید. شما اون را می نویسید که این در کجا استفاده شود. ما فقط صاحب همون داروخانه هستیم که جمع میکنیم حدیث ها را، صحیح و ضعیف را جدا میکنیم. اما در کجا این حدیث استفاده شود، ای ابو حنیفه این را شما بهتر و خوبتر میدانید. و شما ببینید در زمان من و شما آنچه که تماما قابل قبول نیست این هست که بسیاری از برادران ما نسبت به امام ابو حنیفه، نسبت با این انسانی که یکی از رکن شناخته می شود، یعنی به درایت و هدایت او جهان اسلام تسلیم هست، اجماع امت است، اون زبان درازی میکنن، صحبت های نسبت اون میکنن و مردم را جرأت کناندن که شما فقط پیروی از قرآن حدیث کنید و دین ما قرآن حدیث هست. اما قرآن میگوید که
لعلمه یستنبتونه منه. یعنی در میان بندگان انسان هایی وجود دارند که خدا اونها را داده حکم شرعی را، ملکه استنباط دادگی هست، اونها میدانند. نه هر کس مجتهد است، نه هر کس فقیه است. این جوانی که امروز او را گفتن پیروی از قرآن و حدیث بکن، اون خودش با این جرأت رسیده است که حکم شرعی رو مستقل از قرآن و حدیث بیان میکند. آیا اون ملکه اجتهاد و استنباط دارد؟ آیا اون این کار رو میتواند؟ آیا اون میداند که یک عباره قرآنی ما ورد علیه نص دارد، دلالت و نص دارد، عبارت و نص دارد، اشارت و نص دارد؟ یعنی اون معنی المراد یقینی هست، ظنی هست، چگونه حکم فقهی از اون میبرارد؟ آیا این جرأت را کی اونها را داده است؟ یا اون سخنان ناجایی که نسبت بزرگانی گذشته میگویند، آیا این را کی برای اونها اجازه دادگی هست؟ در مذهب امام اعظم هر عالم دایره خودش را صحبت میکند، بالاتر از طبقه خودش صحبت نمیکند. ابن کمال پادشاه طبقات فقها ذکر میکند، 7 طبقه ذکر میکند. میگه مجتهدان مطلق، مجتهد مطلق که همون 4 امام، احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام اعظم، امام مالک، اینها هستند. سفیان ابن عیینه، سفیان ثوری، حسن بصری، عبدالله مبارک، یکی از اینها هم در این بزرگان هم در اینها داخل. اینا مجتهدان مطلق بودند، حکم را از قرآن، از روشنی علت و معلول اون را میدانستند، استنباط میکردند. بعد اون طبقه دوم مجتهد فی المذهب است که مثل شاگردان امام ابو یوسف زفیر ابن حذیفه و امام محمد ابن حسن شیبانی، یعنی مجتهد فی المذهب است. مجتهد فی المسائل است که این حقوق مجتهد مطلق مجتهد فی المذهب را ندارد، مجتهد فی المسائل است. بعد است طبقه اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز. بعد هست طبقه اصحاب مقلدین محض که کسی مقلدین محض را پیروی میکند در نتیجه گمراه میشود. برای همون در وقتی که شما داخل مدرسه فقهی امام ابو حنیفه میشوید، عجایب چیزها را، آداب اسلامی را، آداب بندگی را، آداب عمل کردن به قرآن حدیث را یاد میگیرید که هر عالمی در مقام خودش صحبت میکند. هر عالمی اون از مجتهد مطلق بالا گپ نمیزند، از مجتهد فی المذهب، مجتهد فی المسائل. اون اصحاب ترجیح است، اون سخن اصحاب تخریج را نمیزند. اون اصحاب تمیز است، سخن اصحاب ترجیح را نمیزند. این مقامات است. بنابراین من از چیز میترسم برای این جوانان که این را میگیریم بعد از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، چرا صداش نمیاد؟ بله من شما را گوش میکنم. آها. یعنی شما میگویید که امام ابو حنیفه در آخر خودشون از دنیا گذشتن یا کشته شدن؟ یعنی حجاج خلیفه بود است اون رو کشته است. سلامت باشید. سلامت باشید. ما در پاسخ با شما هستیم. من سخنم رو دوام میدهم، بعدا ما در پاسخ با شما هستیم. در این برادر سوال میکند که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که 150 هجری از دنیا گذشتن، با مرگ طبیعی یعنی خودشون از دنیا گذشتن یا کشته شدن؟ چون که در بعضی محفل ها میگن ما شنیدیم که حجاج ابن یوسف ثقفی رو در نظر دارد، میگه حجاج خلیفه ظالم گذشتگی هست که میگه اون کشتگی هستن میره، یعنی کشنده امام اعظم حجاج باشد. این سوال این برادر است. برادران عزیز، من در دوام اون صحبتم این رو کردنی هستم که من
با اون جوانانی که این جرأت و شجاعت را دارن صحبت میکنن، سخن معلم دین من و شما امام ترمذی در کتاب الفتن ذکر میکند یک حدیث درازی را. یک قطعه حدیث همین است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگوید که نشانه های قیامت چی هست؟ از پیامبر میپرسند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ میگوید که اذا لعن آخر هذه الامه اولها، هنگامی که آخر این امت اسلامی اول این امت اسلام را لعنت میکند، این یکی از نشانه ها و قرب قیامت است. برادران عزیز، سخن نسبت اون بزرگان نگویید. من در دوام صحبت هم از تمام علما، حتی از ابن تیمیه رحمت الله علیه، از دیگر علما برای شما سخن میارم، دلیل و حجت میارم که اونها چه حرمت برای این شخصیت قائل بودن. و شما ببینید این مرتبه مذهب حنفی رو شاگردان آوردن به اینجا رساندن. خود امام اعظم در حیات نگفتن که من را امام اعظم مرا پیروی کنید، تمام مسلمانان را من امام باشم. اون ملکه اجتهاد و استنباط، اون تقوا و خدا ترسی، اون خدمتی که منفعت جامعه در اون دیده شد، جهان اسلام در اون دیده شد، اون را جماعت بزرگ از مسلمانان پیروی کردند. بنابراین این از نشانه های قیامت است. بعضی از جوانان ناخوانده، بعضی از جوانان بی آداب اولی بزرگان این امت سخنان ناجا میگویند و این از نشانه های قیامت است. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله شکر. بله گوش میکنم. اولین کتاب کی تصنیف کرده باشد در اصول فقه میخلا؟ سلامت باشید، ما در پاسخ با شما هستیم. برادر عزیزی که اول سوال کردن، شما ببینید امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در زمان عباسی ها ابو جعفر المنصور که اکثر تاریخ ها این را راجع میدانند که اون را برای قاضی شدن دعوت کردن و اون تسلیم نشد، دست کشید از این. در اونجا بعداً چند شکنجه اون را کردن، در سن 70 سالگی از دنیا گذشت. و اون سخنانی که شما گفتید یا شنیدید که از بعضی ها شنیدیم که گویا حجاج ابن یوسف ثقفی اون را کشته باشد، این نادرست است. به خاطر اینکه وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی از دنیا گذشتن، امام اعظم رحمت الله علیه 12 ساله بودن، کسی اون را نمیشناختن قریب که. بنابراین این غلط است، چون که از لحاظ تاریخی هم فاصله زیاده. وقتی حجاج ابن ثقفی گذشتن، امام ابو حنیفه 12 ساله بودن. شما میدونید که امام اعظم در سن 70 سالگی از دنیا گذشتن. بنابراین در بعضی کتاب‌ها هست که اون زهر داده کشته شدگی است، اما قول اول گفتگی هم راجح تر است. این پاسخ برادر اولی بود. و پاسخی که برادر بعدی زنگ زدن، گفتن اولین کتاب اصول فقه در اسلام کی نوشتگی است. شما ببینید امام اعظم رحمت الله علیه با اتفاق تمام بزرگانی که تاریخ و سیرت صحابه و تابعین تبع تابعین را نوشتند، بر این قائلند که اولین کتاب اصول فقه را امام اعظم نوشتگی هستند به نام کتاب الرأی، که این جمع‌آوری نشد و یعنی در چاپ و در یعنی طبع نرسید. البته دوم انسانی که در اصول فقه نوشتگی هست، ابن خلدون میگوید که اون امام شافعی رحمت الله علیه است به نام کتاب رساله، که اون رساله چاپ شدگی هست و چاپش هم وجود است و در مردم رسیدگی هست. اما اولین انسانی که کتاب اصول فقه نوشتگی است به نام کتاب رأی، کتاب امام اعظم رحمت الله علیه هست. شما ببینید برادران عزیز، اون خدمت ها و ملکه اجتهاد و استنباطی که امام اعظم داشت بزرگتر از تصنیفات امام اعظم هست. یعنی بعضی ها میگویند که مثلا فقه اکبر فقط نسبت داده میشد به امام اعظم، چند رساله درباره علم و تعلیم علم و مسند امام اعظم که اون را و گفتن و شاگردان نوشتن. شما این فکر را داشته باشید که خدمتی که امام اعظم میکردن
در میان اون 1000 شاگرد، در میان اون 700 شاگردی که 40 نفر داشتن ملکه اجتهاد و استنباط خودشون رو مسئله را استنباط میکردن، اونها مینویسن، این مهمتر از تصنیف و تالیف بود. بعدن امام اعظم شاگردانی داشتن. شما ببینید یکی از شاگردان اون محمد حسن شیبانی که ظاهر و روایت را نوشت، 6 کتاب امام اعظم که همه فکر امام اعظم، استنباطات امام اعظم، اجتهادات امام اعظم در این 6 کتاب جمع شدگی هست. و اینها را ظاهر و روایت به خاطر میگویند که امام محمد مستقل از امام ابو حنیفه این استنباطات را جمع کردند و در کتاب نوشتند. و اون کتاب ها 6 کتاب هستند به نام کتاب مبسوط که اون را اصل هم میگویند، زیادات، جامع الکبیر، جامع الصغیر، سیر الصغیر، سیر الکبیر. این 6 کتاب ظاهر و روایت هست که فقه امام ابو حنیفه در این جمع شدگی هست. و تمام قضات اون زمان و علمای این زمان بعداً مثال در کافی کتاب جمع‌آوری شدن این کتاب ها، یعنی علمای احناف، علمای حنفی مذهب، قضات احنافی که به این فتوا میدهند و مفتیانی که فتوا میدهند به این کتاب های اصل مراجعت میکنند. با نادر و روایت داریم ما 4 تا ادعا که به نام رقیات و کیسانیات و هارونیات که در زمان هارون الرشید نوشته شده، جرجانیات، اینها هستند. یعنی شاگردان این امام اعظم را امامی مذهبی بزرگ مسلمانان قرار دادند بعد از وفات ایشان. و اون خدمت هایی که امام اعظم کردند اون امام را امام کردند، در اینجا رساندند. و شما ببینید مثلا فقه امام مالک را شما بخونید، اسد ابن فرات یکی از علمای مالکی هست که اکثر فقه مالکی با این واسطه این مرد نوشته شده است، با فتاوای این نوشته شده است، با فکر و رأی این نوشته شده است. این اسد ابن فرات کی است؟ شاگرد محمد ابن حسن شیبانی، شاگرد امام اعظم را شاگردش است. برای همون یعنی وقتی که امام شافعی رحمت الله علیه خودش محمد ابن ادریس شافعی شاگرد امام محمد حسن شیبانی هست، شاگرد امام اعظم است. برای همون رحمت الله اون شهرت و شجاعت و یعنی اون مهارتی که دارن، حدیث را از مالکی ها، فقه را از حنفی ها گرفتن. بنابراین امام شافعی رحمت الله علیه یعنی خیلی یعنی شهرت بلندی دارد که یک روز درباره ایشون حتما صحبت میکنیم. بنابراین برادران عزیز، و یکی از پهن شدن مذهب امام اعظم این شاگردان بودند. حالا آنکه شما در تاریخ محمد ابن حسن شیبانی میخونید که وقتی اون پیش امام اعظم اومد 16 سال عمر داشتن، همگی 2 سال از ایشان تعلیم گرفتن. وقتی که امام ابو حنیفه رحمت الله از دنیا گذشتن محمد حسن شیبانی 18 سال عمر داشتن. نه که در همین 2 سال خداوند میخواست که فکر ابو حنیفه، فقه ابو حنیفه، شریعتی که اون بیان میکند با فهم خودش برای عامه مسلمانان جهان، یعنی تدوین و تصریف و تألیف شود، حافظه محمد ابن حسن شیبانی رو اینقدر قوی کردند که در همین مدت 2 سال ببینید ظاهر و روایت، نادر و روایت، همه اینها را نوشتند. و شما این فقها را در همه جا میبینید، در خود داخل صحابگان پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم. و اون تهمت هایی که نسبت امام اعظم میکنن، من نصیحت کرده گذاشتم برادران، رسانده گذاشتم، گفته گذاشتم. منم همچون یک برادر شما هستم که شما درباره این بزرگ بخونید، بعدا میفهمید که این شخصیت کی هستند و چی خدمت در جهان اسلام کردند. شما قصه های درباره این بزرگ میخونید که در حیرت میمونه. اگر وقت باشد من قصه از امام اعظم رو در اینجا نقل کنم و با آخر برسانم، چون که گپ در میان نماند. برادر شاید سوال دارن، این رو میگیریم. الو، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الو، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میشه، شکر خدا. شما را گوش میکنیم. شما در برآمد آنلاینی هستید.
شما ببینید برادران عزیز، وقتی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خورد بدن، طالب علم بدن، یک خوابی دیدن که خوک خنزیر زیر درخت می آید، ریشه های اون درخت را می خواهد بکنند و نوچه های این درخت در سر اون خوک میزنند و این خوک برمیگردد، دوباره می آید در سایه همین درخت خواب میکند و استفاده میبرد. امام ابو حنیفه رحمت الله این خواب را میبیند، در حیرت میماند. صبح میخیزد، پیش استادش حماد بن ابی سلیمان میرود. پیش حماد میرود، میگد که راوی که فوجده محموما مغموما، یعنی رفتن او را یافتن که اون بسیار غمناک و بسیار پریشان هستند. بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. یک سوال. بله گوش میکنم شما. اگر دوباره سوال شما را من نگرفتم. دوباره مذهب امام اعظم رضی الله عنه چند اصل کتم باز تو گفت. سلامت باشید. یعنی شما سوال کردید که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از چی چیزها استدلال میکنند؟ بله. سلامت باشید. ما در پاسخ با شما هستیم. برادر رو اولا من سوالش رو پاسخ میتیم، بعدا صحبت میکنیم، اون قصه را دوام میدیم. این برادر عزیز میگوید که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از چی چیزها استدلال میکنند. همگان میدونند و در همه کتاب‌های اصول فقه حنفی حتی دیگر فقها این رو ذکر کردند که امام اعظم رحمت الله علیه تقریبا از 7 چیز استدلال میکنند. یعنی حکم مسئله رو از این 7 چیز میتواند بیان کنند. از اینجا بگیرم صدای برادر بیاد، دوباره زنگ بزن. اول امام ابو الو. بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. حضرت رسول اینجا مرکز کنی؟ بله گوش میکنم. مکم یک سوال داشتم اگر ممکن باشه. بله سوال شما را گوش میکنیم. همین یک سوال بود که همین در اسلام همین یک مذهب را پیروی کردن چی فایده داره؟ سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. ما در پاسخ هستیم با شما. سلام. این برادر میگوید که در یک مذهب رو پیروی کردن چی فایده داشته باشد. این رو ما حتما در پاسخ با این برادر هستیم. اون برادری که سوال کردن، امام اعظم رحمت الله علیه از قرآن استدلال میکند، یعنی مسائل حکمی شرعی و دینی را از قرآن میگیرد، بعدا از سنت، از احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگیرد که اون فعل و قول و تقریر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد. البته اون که خصوص و فلان نداشته باشد، یعنی دوم چیز از اون استدلال میکند. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اکجا یک سوال تیم شما را بله گوش میکنم برادر عزیز. الو. بله گوش میکنم شما را. همین یک از ما به تخلقان با که مقصد بعد نماز فرض کام افضل از بعد همه نمازها چخیل کدومش طوره موضوع ما امروز برادر عزیز، وقتی که شما آنلاین رو گوش میکنید، موضوع ما امروز امام اعظم نعمان ابن ثابت ابو حنیفه هستند که ما این شخصیت را امام مذهب خودمون رو خوب بشناسیم. شما بهتر و خوبتر میشید که از موضوع نمیبرآمدید، یکم سوال دایر به مذهب میکردید. با وجود این اگر وقت باشد من در پاسخ با سوال شما هستم. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. این برادر میگه نه شاید در آنلاینی نیست، اون میگه که من نمیدونستم شما برآمد آنلاینی دارید. برادر عزیز، گفتیم از حدیث، از قرآن، از حدیث استدلال میکنند، از سنت، بعداً قول صحابه
اجماع امت، بعداً از عرف، از قیاس، از استحسان. این 7 چیزی هست که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و دیگر فقهای احناف از این چیزها مسائل فقهی را، حکم شرعیش را میبرند. و بله، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام انکا، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. باید نامه یک سوال پیدا شد، جدا هسته؟ بله، گوش میکنیم. برای چی صاحب مذهب ما شما را ابو حنیفه رحمت الله علیه را امام اعظم میگن؟ سلامت باشید. سلامت باشید حضرت. خب یعنی این برادر سوال میکند که چرا اون رو امام اعظم میگوید. ما از اول برنامه داریم صحبت میکنیم که اون رو احد الارکان در علمای فقه میدونن. امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که الناس عیال فی الفقه بأبی حنیفه رحمه الله، یعنی مردم در مسائل فقهی عیال ابو حنیفه هستند. یعنی امام ابو حنیفه در شریعت اسلامی در مسائل فقهی به تمام مذاهب فقها منت دارند، استفاده کردن از اون بزرگ. بنابراین اون لقب گذاری شد امام اعظم. این جوابی برادر آخری بود. اون برادری که گفتیم که از قرآن، از سنت، از قول صحابه، اجماع امت، قیاس، استحسان، عرف، از این چیزها امام ابو حنیفه رحمت الله علیه استدلال میکند. البته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگوید که من سخنم را از پیش خودم بگوید، اون سخن را در دیوار بزنید. هر یک سخنی من تکیهگاه دینی دارد و این هست استدلالات مذهبی ابو حنیفه. و برادری گفتن که مذهب چی فایده دارد؟ شما ببینید، دین همون قرآن و حدیث است، اما خود قرآن میگوید که لعلمه الذین یستنبطونه منهم، یعنی بعضی از مسائل دینی و شرعی را آنانی میدانند که مسئله ملکه اجتهاد و استنباط دارند. و خود پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگانش را تلقین کرد که مسائل را در قرآن و حدیث نیامد. قصه درازی است از معاذ بن جبل، گفت که اجتهد برأیی، من به رأی خودم اجتهاد میکنم. این اجتهاد را همه ندارند. بنابراین در مذهب بودن واجب است. انسان اگر دنبال کسی نباشد که خودش مستقل از قرآن و حدیث عمل کرده نمیتواند، چون که اون نمیداند این چیزها را. و ما هزارها مسائل داریم که قرآن و حدیث اون مسائل را جواب نگفتن. اون را فقهای صحابه، اون را فقهای تابعین، اون را فقهای تبع تابعین گفتن. شما ببینید در میان صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید از وفات کرده و آمده و بعدی 122,000 صحابه داشتن پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم. 10,000 اونها روات حدیث هستند. از میان اونها 130 و چند نفر که فقیهن. فقط فقهای 7 بعد وفات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خود صحابه از این 7 نفره میپرسیدند. مسائلی را که در قرآن و حدیث نمیافتند از فقهای 7، یعنی 7 فقیه صحابه میپرسیدند. اونها کی بودن؟ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، عایشه بنت ابی بکر، زید بن ثابت، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر. اینا فقهای هستند که خود اصحاب پیامبر میپرسیدند، یعنی از اینها تقلید میکردند. بنابراین از همه بدعتی بدتر لامذهبیت است. بعضی علما کتاب نوشتن در این باره، رساله نوشتن. چون که شما ببینید فقها را در مذهب حنفی ما داریم مجتهد مطلق، مجتهد فی المسائل، مجتهد فی المذهب، اصحاب تخریج، اصحاب ترجیح، اصحاب تمیز. 7 طبقه مقلدین محض هستند، یعنی اونهایی که از این 6 تا یگم چی ندارند. باید اونها پیروی مذهب کنند و پیروی مذهب کردن واجب است. و اونهایی که گفتم زبان درازی میکنن نسبت مذهب امام اعظم رحمت الله علیه و میتوانند که با مرکز اسلامی مراجعت کنند، هر مسائل فقهی و مذهبی اونها را پاسخگو هستند با دلایل و حجت و برهان.
و بنابر این مذهب بودن واجب است. برادر عزیز، این فایده است. شما ببینید اون قصه ای که من داشتم میکردم، امام اعظم رحمت الله علیه خواب را که میبیند که خوگ میاد ریشه درختی رو میکند و بعدا اون یعنی همون نوچه های همون درخت در سر خوگ میزنن و خوگ میرود، بعدا میاد در سایه اون میشینه. امام ابو حنیفه سحری میرد این خواب رو با حماد که نقل کرد. حماد رو میومد که بسیار غمگین است، میپرسد که چی شده است استاد؟ میگه که تو میدانید که والی این شهرها یعنی ملک این ممالک مرا فریاد کرد، گفت که ملاحده زنادقه بزرگان از این زندیق ها و ملحد ها می آیند، اونها با تو بحث میکنن درباره وجود خدا، که خدا هست، درباره وجود خدا با من بحث میکنن و صبح این بحث یعنی سر میشود. من از بحث نمیترسم، میگوید اما نحن ننازل فی ذات لا تراه العیون. میگه ما درباره ذات صحبت میکنیم که چشم ها او را نمیبینند، دست ها او را احساس کردن نمیتوانند. اخاف علی الناس فتنه، من بر مردم میترسم که مردم در فتنه مردم را ناندازه، برای همین غمگینم. امام ابو حنیفه میگوید الله اکبر، این تعبیر خواب من است. میگوید ای استاد غمگین نشو، اون درخت علم است و اون شما شیخ من حماد، و اون نوچه هایی که در سر خوب زدن، اون نوچه ها، اون غصن درخت، اون من هستم، شاگرد شما، تلمیذ و شاگرد شما. و اون خوب بزرگ همون ملحد ها هست، بزرگ همون زندیق ها هست که بحث میکنن و من اون را با دلیل و برهان و حجت در سرش میزنم. بعدا اون تسلیم میشود، ایمان میارد، میآید در سایه درس شما مینشیند، گوش میکند. من خوابم را میگه تعبیرش را فهمیدم استاد. ای استاد میگوید شما دانایی و فراست و درک و فهم انسان رو ببینید. میگه ای استاد لو غلبونی، اگر اونها مرا غالب اومدن، انا طفل صغیر، من یک کودک جز چیزی نیستم، این فتنه نمیشم. با شما بحث نکردن، با یک کودک بحث کردن. و اگر من غالب اومدم، پس میگویم شما شاگرد استاد را غالب نکردید. کجا برسید به استاد حماد؟ وقتی که صبح در مناظره علمی رسد، اون بزرگان اونها میآیند و اون کسی که مناظره میکند پیش میشیند، امام اعظم پیش میشیند، میگوید این حماد، حماد کجا هست؟ استادی تو که ما با مناظره کنیم. میگه استاد من با این سوالهای کوچک نمیگوید، با این مسائل کوچک، با این بحث و مناظره کوچک نمیآید. من خودم با شما مناظره میکنم، بحث میکنم. میگوید بحث شروع میشود. این بزرگ این ملاحده با این میگوید که من این ولد ربک، پروردگار تو از چه چیز تولد شده است؟ میگوید که پروردگار من اگر تولد میشد پدر و مادری داشت، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یعنی این رو بیان میکند که اون نه زایده شده است، نه کسی را زایده است، نه همتای، نه کسی با اون برابر شده میتواند. و سوال دوم رو میکند که متى جاء ربک، کی پروردگار تو آمد؟ میگه پروردگار من اول و آخر ندارد، لیس له بدایه ولا نهایه، هو الاول والآخر. میگوید که من شما رو سوال میدهم، رقم 3 رو میدونید؟ بعد رقم پیش از رقم 3 چند است؟ میگویند 2. پیش از رقم 2 چند است؟ میگویند 1. پیش از رقم 1 چی هست؟ میگوید که لا شیء، هیچ چیز نیست، چیزی نیست. میگوید که شما همین رقم هایی که مخلوقند، این را نمیتوانید بگویید که اولون چی است درباره ذاتی که ابتدا و انتها ندارد. چگونه سوال میکنید؟ بعدا اونها در تعجب میمانند، میگویند که امام اعظم رحمت الله علیه، یعنی طفل جوان در مناظره با این بزرگان هست،
میگه این توجه رب، یعنی چهره پروردگار تو کدام جهت هست؟ شاید این جهت باشد از پیش گناه کنن نبینه، شاید این طرف باشد از اون طرف گناه کنن نبینه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که آیا شما مصباح رو دیده، چراغ رو دیده در خانه تاریک روشن کرده شود؟ سوال رو میگیریم برادران، بعدا از اینجا دوام. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، شما در برآمد آنلاینی اینترنتی هستید؟ اگر سوال داشته باشید ما در بله سوال داشتم. بله گوش میکنم. درباره یعنی تألیفات امام اعظم خودش میگفتید آیا یکون کتاب‌های و تو به این روز در دسترس مردم باشد یا اینکه نه، یا کدام تألیفات دارن، کدام کتاب‌ها را سلامت باشید. ما حتما در پاسخ با شما هستیم برادر. خب این برادر میکند که کتاب امام ابو حنیفه تصنیف و تألیف کردن و دسترس هستن یا نیستن، در این باره ما صحبت میکنیم. امام ابو حنیفه رو میپرسن که پروردگار تو کدام جهت چهره اون هست؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه آیا در خانه تاریک بار چراغ را روشن کرده؟ میگویند بله. میگه شما مرا بگویید که توجه این چراغ کدام طرف است؟ میگوید همه طرف. نمیدونید؟ میگوید شما چیزی را خودتون ساخته اید، چهره اون را معین کردن نمیتوانید، مخلوق را. فکیف بخالق نور السماوات والارض لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. چگونه از ذات میپرسید که اون نور آسمان ها و زمین و مانند او چیزی نیست و او علیم و بینا هست، شنوا و بینا هست. چگونه میپرسید؟ اینها همه ساکت میشوند. سوال میکنن که ای ابو حنیفه ربک، آیا پروردگار تو ذاتش سخت است به مانند آهن؟ ام مثل آب هست جاری؟ ام غازیتون کالبخار؟ یا مثل گاز یعنی غاز هست، بخار هست؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اینها را، یعنی اینها سوال میکنن که خیال میکنن امام ابو حنیفه را بند کردن. امام ابو حنیفه میگوید که آیا شما باری در خانه خود یا در محلتون بیماری رو دیده اید، مریضی رو؟ میگویند بله. میگه آیا اون مریض نتیجه چی شد؟ میگه بیمار شد و فوتید، مرد. میگوید چی خیلی مرد؟ میگه روحش برآمد مرد. میگه روحی اون رو برای من وصف کنید که اون سخت است مثل آهن، یا مائی است جاری است مثل آب، یا بخار است مثل گاز، برای من وصف کنید. میگه ما حقیقت روح را نمیدانیم. میگه وقتی که شما یک چیزی مخلوق را ندانید، چگونه به الله پروردگاری که خالق این چیزها هست؟ در آخر اینها به امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگویند که ما 3 سوال از تو میکنیم، این 3 سوال را جواب بگوییم ما همه ایمان میاریم و در نزد شما و استاد شما درس میگیریم، در درس اینها میشینیم استفاده میکنیم، همه ایمان میاریم. میگوید بگویید، بپرسید. میگه آیا الله شما را دیده میشود؟ و شما میگویید که شیطان از آتش است و روز قیامت به آتش عذاب میشود. آیا چگونه آتش را عذاب میکند؟ این دوم سوال. سوم، شما میگویید که در جنت خوردن هست، نوشیدن هست، اما پیشاب و پیشاب کردن نیست. این 3 سوال ما را جواب بگویید. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این مقام دانایی، این خدمت در دین خدا، این نشانه که پیامبر خدا گفت اگر دین در ثریا باشد فرزندان از مردم فارس اون را میارند. این علامه، این فقه، اینها را میگوید که این 3 جواب عملا من شما را نشان میدم. عملا میگیرد یک لایه را کلوله میکند و به مانند یک چی گویم یک پارچه قرنبه
کلوله میکند و در سر همین بزرگ ملاحده میزند. وقتی میزند سر این میکفد، خون میاد، داد و فریاد میزند. میرود قاضی رو میگه بیارن تا اینکه عقاب کند امام اعظم رو. این جواب وقتی اون رو میارن میگه که چرا این کار را کردی؟ میگه که من سوال اینها رو پاسخ دادم. اینها از من پرسیدن که پروردگارت رو دیده میشود. من اینها رو جواب دادم. میگه چگونه جواب دادی؟ میگه آیا من این رو زدم این درد حس کرد؟ میگه چگونه حس نکرد؟ سرش پاره شد، خون جاری هست، داد و فریاد میزند. میگه دردی سرش را برای من نشان بده. این عاجز میشود از این که نشان بده. درد هست، نشان دادن درد را اینا همه عاجزند. میگه پس من خالق دردها را چگونه شما را نشان بدم؟ میگوید آیا شما برای این که سوال کردید که آتش را چگونه عذاب میدهد، خودت از چه چیز خلق شدگی هستی ای انسان؟ میگوید از خاک، از تین، از گیل، از خاک. میگوید من تو را با چی زدم؟ میگوید با خاک. آیا درد میکند یا نمیکند؟ این پاسخ تو بود. اما برای اون که جنت در میخرد و پس آن پیشاب نیست، آیا من و شما 9 ماه در بطن مادر نیستیم؟ میخریم و مینوشیم، بزرگ میشویم. آیا پساب و پیشاب ما کجا میرود؟ همه اونها تسلیم میشن با این. همه اونها ایمان میارن. حماد ابن ابی سلیمان امام ابو حنیفه را توصیه میکند که بعد از خودش صدر مدرسین، فقیه عراق، فقیه بغداد، فقیه کوفه، فقیه علما که ما چه مالکی اسد ابن فرات، چه شافعی محمد ابن ادریس، همه اینها شاگردان محمد ابن حسن شیبانی هستند که در مدرسه امام اعظم بزرگ شدن. اینها بنابراین برادران عزیز، شما پیروی از اون شخصیت میکنیم که ساعتها برای ما لازم است که ما از این بزرگ صحبت کنیم. و بزرگترین گسترش مذهب امام ابو حنیفه را من میخواهم در شما صحبت کنم. گفتم که شاگردانش این امام را برای جهان اسلام شناسانیدن، معرفی کردن. اما یکی از آنها که اراده خداوندی بود، در زمان مهدی، در زمان هادی، در زمان هارون الرشید، قاضی القضات در تاریخ اسلام. معنای قاضی القضات یعنی استازان همه، استازی همه، دانشمند بزرگ. امام ابو یوسف قاضی بودن. وقتی اون قاضی بودن، یکی از گسترش مذهب امام ابو حنیفه، فقه امام ابو حنیفه در جهان اسلام شد که اون بسیاری از این شاگردان را با عنوان قاضی و با عنوان مفتی در دیگر یعنی ولایت ها و شهرها میفرستادند و اونها با فقه حنفی فتوا میدادند. و بنابراین برادران عزیز، بعضی مسائل هست که با تفصیل در اون باره ما باید صحبت کنیم از بزرگانی که در اون مسئله امام ابو حنیفه را چیزی گفتن که از امام ابو حنیفه و شاگردانش سند ثابت هست که اون از اون مسئله برگشتن. این رو من میخواستم یک موضوع علاقه در این باره من با شما داشته باشم که ما غبار در دل ما نماند که این شخصیت چقدر ملکه اجتهاد و استنباط خدادادی داشتن و هیچ دعوای امامت و بزرگی نکردن. این را خداوند خواست و شاگردان و اون علمی که با واسطه ملکه اجتهاد و استنباط ذخیره کردن برای جهان اسلام، همون علم این را امام مذهبی بزرگ مسلمانان قرار داد. و برادری که در آخر سوال کردن، اون سوال هم در پاسخ باشیم که گفتن تصنیفاتی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کردن. ببینید یگانه فقه الاکبر، فقه اکبر که این هم درباره فقه نیست، مسائل فقهی درباره عقاید است. این نسبت میشود به امام اعظم و چند رساله در باب علم و طلب علم از اون که ثابت میشود مسند امام اعظم. اما همه بزرگان احناف به این قائلند که
اینها را هم غیر فقه اکبر که خودشون تصنیفشون هست، غیر اون شاگردان نوشتند. اما شما چیزی را توجه بکنید که من گفته گذاشتم که امام اعظم رحمت الله علیه از اون چی که میشیشتن و تصنیف و تعریف میکردن، اون فکر و اندیشه درباره استخراج حکم مسائل فقهی از قرآن و حدیث بود مصروف بدن. و این یکم عیب برای امام ابو حنیفه نیست، شاگردان نوشتن. خود محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در زمان خودش نه قرآن نوشته شده بود نه احادیث نوشته شده بود، سنت هم نوشته نشد. چند چیز در پیش عمرو بن العاص و چند صحابه بعدا نوشته شده، چون که مثل پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ابو حنیفه رحمت الله علیه در خدمت وسیع‌تر از تصنیف و تالیف پرداخته بودن. خداوند از ما و شما، از کل آنانی که پیروی مذهب حنفی میکنن، از کل جهان اسلامی که از فقه ابو حنیفه استفاده میکنن، خداوند ایشان را رحمت و مغفرت و شایسته جنت کند. ما شما را به خدا میسپاریم. دیدار آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.